بخش 3 و 4 رو برات ساندویچی پیچوندم، ولی چه ساندویچی؟ بمب. تبدیلات هندسی و همنهشتی. درود بر شما، خیلی خوش اومدید به قسمت آخر، پارت آخر این فصل لندهور هندسه و استدلال. بریم تو دل کار. انواع تبدیلات هندسی. بچه ما 3 مدل تبدیل هندسی داریم. همین میتونه سوال باشه، میاد تو امتحان انواع تبدیلات هندسی و نام ببرید، باید بلد باشی. انتقال، تقارن، دوران، این 3 تا رو باید بلد باشی. حالا چیان؟ الان برات توضیح. انتقال میگه اگر شکلی رو جابجا کنیم به شرطی که مساوی و همجهت شکل اول باشن. کلمات کلیدیش مساوی و همجهته. نگاه کن، یه دونه ماژیک دارم اینجا، درسته؟ اگر این ماژیک رو بلند کنم بذارم اینجا، اوکی، به این میگن انتقال. چرا؟ چون جابجاش کردم و نکته مهمش اینه که جهتش تغییر نکرد. شکل اینجا که بود، ماژیک اینجا که بود، این دربش رو به بالا بود، وقتی هم آوردمش اینجا دربش رو به بالاست، پس جهتش تغییر نمیکنه، هم جهته. بعدش هم مساویه. اینجوری نیست که وقتی جابجاش کردم نمیدونم این ماژیک سبز بزرگتر بشه، کوچیکتر بشه، اصلا همچین چیزی نداریم. پس توی شکل‌های انتقال 2 تا کلمه کلیدی داریم. اولا شکلمون مساویه، دقیقاً همونه. دوما جهتش عوض نمیشه. اگه من اینو بلند کردم آوردم اینجا، یکم جهتش تغییر کرد، دیگه انتقال نیست، جهت تغییر نمیکنه. شبیه چی میمونه؟ مثل اینه که مثلا میری داخل یکی از پوشه های گوشیت، میخوای یه موزیک رو انتقال بدی توی پوشه جدیدی. وقتی انتقالش میدی، اولا موزیک بلندتر یا کوتاهتر نمیشه. دوما موزیک چپکی خونده نمیشه، یعنی از آخر و خواننده به اول نمیخونه، همون جوری میخونه میره جلو، در همون جهت میخونه میره جلو. اوکی، پس انتقال یادت باش. مورد دوم تقارنه. تقارن یا همون قرینه، تو ابتدای خوندیش. یه کلمه بهت میگم، اینو بسپار تو ذهنت. تقارن رفتار شبیه آینه است. رفتار آینه‌ای. یعنی چطور؟ ببین، بذار روی شکل توضیح بدم برات. این 2 تا رو نگاه کن، من یه خط وسط بکشم، این شکلمون سمت چپ، این شکل سمت راست. ببین انگار این شکل رو داریم جلوی آینه نشون خودش میدیم. ببین دقیقاً قرینه همدیگن. یعنی اگر نسبت به این خط بخوام 2 تا شکلم رو تا کنم، ببین بچه ها، نسبت به این خط بخوام تا کنم دقیقاً روی همدیگه میفتن، درسته؟ پس به این مدل شکل ها میگیم تقارن یا قرینه. توضیح کتابیشو بخونیم. میگه قرینه یک شکل را نسبت به یک خط پیدا میکنم. میبینی اینجا نقطه چین زدیم؟ این نسبت به این خط قرینه اینو پیدا کردیم. حالا تصویر جدید، مثلا اگه این شکل اولیه‌مون بود، این آینه، اینم تصویر جدیده. میگه تصویر جدید مساویه. بچه راستم میگه ها، مساویه، یعنی اینا رو تا کنیم قطعا رو همدیگه میفتن. پس تیک مساوی بودن رو داره. تا اینجا شبیه انتقاله. فقط فرقش با انتقال چیه؟ جهت تغییر میکنه. توی انتقال گفتیم هم جهتن، ولی توی قرینه یا آینه جهت تغییر میکنه، درسته؟ نگاه دست من کن، نگاه کن، اینجا شبیه علامت نایکه، ولی اگه همین دستم رو اینجوری ببرم دیگه شبیهش نیست. چرا؟ چون جهتش تغییر کرده، از این ور باید بیاد. اوکی؟ نگاه کن، ببین جهت ها تغییر میکنن. اینجا این نوک تیزی سمت راسته، ولی وقتی میاد تو آینه میفته سمت چپ. پس یادت باشه داخل تقارن یا قرینه یا اونی که رفتارش آینه‌ایه، جهت تغییر میکنه. حله؟ دوست داری این شکل رو داخل دفترت بگی. دوران اسمش روشه، دور خوردن یا چرخیدن. نوشتم به معنای چرخیدن یا دور خوردن است. بچه ها در دوران چه چیزی شد؟ در دوران 3 تا چیز مهمه.
جهت چرخشمون از کدوم سمت باشه. مثلا اگه از این ور باشه بهش میگن ساعتگرد، چون شبیه عقربه‌های ساعت دیگه. عقربه‌های ساعت دیدی از این ور میچرخن. اگه از این ور باشه بهش میگن خلاف ساعت، یا بهش میگن پاد ساعتگرد. اوکی؟ خلاف ساعت یا پاد ساعتگرد یکیه. اگر گفت ساعتگرد یعنی سمت راست، اگر گفت خلاف ساعت یا پاد ساعتگرد یعنی سمت چپ. پس جهت دوران رو باید بلد باشی. شکلم و سمت راست یا ساعتگرد بچرخونم یا سمت چپ بچرخونم. این مهمه. مقدار درجه هم مهمه. چند درجه بچرخونم شکلم و 90 درجه بچرخونم، 180 درجه بچرخونم، 360 درجه بچرخونیم که دقیقاً میفته رو خودش وقتی یه شکل رو 360 درجه بچرخونیم. پس مقدار درجه هم مهمه. مرکز دوران هم مهمه، یعنی نسبت به کدوم نقطه شکلمون رو تاب بدیم بپیچونیم. بریم مثال بزنیم سر این شکل. من مثلا میخوام نسبت به این نقطه، اسمشو میذارم مرکز دوران، میخوام نسبت به این نقطه شکلم رو بپیچونم. جهتش رو میگم پاد ساعتگرد باشه یا خلاف ساعت باشه یا به سمت چپ باشه. پس میفهمم از این ور میخوام بچرخونم شکلم رو، مرکز دورانم هم مشخصه، جهت رو تعیین کردم، میخوام 90 درجه بچرخونم. این شکل رو نگاه کنید، این شکل رو 90 درجه میخوام بیارم بالا. اینجوری میفته، درسته؟ یعنی این شکل باید بیاد این ور قرار بگیره. من اگه این شکل رو بیارم بالا، نگاه کنید، یه چیزی بچه شبیه این میشه، درسته؟ این شکل 90 درجه بیاد بالا، این میشه. پاد ساعتگرده، 90 درجه است، اینم مرکز دوران. 180 درجه بچرخون چی؟ خب میگم این 90 درجه، 90 درجه دیگه بچرخونم اینجوری میفته، یعنی این نکتیز اینجاش میفته سمت پای. خب سوال، داخل دوران بچه ها جهت شکل تغییر میکنه؟ بله، جهت شکل نگاه کن، اینجا جهت رو به بالاست ولی اینجا سمت چپه. پس داخل دوران جهت تغییر میکنه. سوال بعد، بچه ها شکلمون مساوی شکل قبلیه یا بزرگتر یا کوچیکتر شده؟ میگیم نه، فقط پیچ خورده، بزرگتر یا کوچیکتر نشده. اگه ببینی اینجاش مقداری لاغرتر شده خطای دست من بوده، وگرنه شکل مساویه شکل قبلیه. مثالاشو بگیم. گفته نام تبدیل های زیر را بنویسید. چجوری؟ میگیم شکل A، این شکل B، این C، این D. A به B رفته، بعد به C، بعد به D. میخوایم ببینیم با چه تبدیل های این شکل جابجا شده. A رفته به B، اولا مساویه، دوما جهت تغییر نکرده. نگاه کن، اینجوری، دوباره اینم اینجوری. پس A به B انتقال بچه ها، جهت تغییر نکرده، مساویه. خب B به C، اگه دقت کنی انگار B داره خودشو تو آینه نگاه میکنه نسبت به این خط. اگر تا کنم رو هم دیگه میفته. پس B به C چیه؟ خودت بگو. باریکلا، تقارن یا آینه یا قرینه. C به D رو نگاه کن، C به D رو نگاه کن بچه ها. اگه این C باشه، مثلا میدونم ابعادشون فرق داره، ولی اگه این C باشه، اگه دقت کنی نگاه کن، این چرخیده. وقتی به چرخ شکلمون یا دور بخوره بهش میگیم دوران. پس باید بلد باشی که شکلات چجوری تبدیل شدن. این از این قسمت به میگه در تبدیل انتقال خب جهت تغییر میکنه. من خب انتقال همون بود که گفتم موزیکو جا به جا میکنی، من خواننده از آخر به اول میخونه، اصلا جهت تغییر نمیکنه، هم جهت
این گفته تو انتقال جهت تغییر میکنه، بی جا گفته، این غلطه. در کدام یک از موارد زیر قطعاً جهت تغییر میکنه؟ تو انتقال که اصلا حرفشو نزن. این هم گفته همه موارد، یعنی انتقال و به تقارن و دوران، این هم که اصلا حرفشو نزن، میمونه تقارن و دوران. بچه ها داخل تقارن قطعاً جهت تغییر میکنه، قطعاً ها 100% تو تقارن جهت تغییر میکنه. نه خودشو تو آینه میبینه، این از این ور داره نگاه میکنه، اینم رو به این داره نگاه میکنه، حواست هست؟ پس تو تقارنه که قطعاً جهت تغییر میکنه. حالا ممکنه بگی آقا تو دورانم قطعاً تغییر میکنه. نه، قطعاً تغییر نمیکنه. اگر این شکل رو 360 درجه بچرخونم، نگاه کنید بچه‌ها، فرض کنید این شکل رو میخوام 360 درجه بچرخونم، اینقدر بچرخونم میشه 90، دوباره اینقدر بچرخونم میشه 180، دوباره این ور بچرخونم 270، این ور بچرخونم 360. نگاه کنید 360 درجه که به چرخه شکلمون رو خودش میفته، جهتش تغییر نمیکنه. پس داخل دوران اگه 360 درجه به چرخیم، جهت خودش رو حفظ میکنه، جهت تغییر نمیکنه. پس تو دوران همیشه اینجور نیست که جهت تغییر کنه، ولی بیشتر موارد، 99% موارد جهت تغییر میکنه. هم نهشتی چی میگه؟ اگر شکلی با یک یا چند تا تبدیل ها رو خب میخوندیم دیگه، میدونی چی هن؟ انتقال، تقارن، دوران. اگر شکلی رو بتونیم با یکی از این 3 تا حرکت بر شکل دیگری منطبق کنیم یا منطبق شود، گوییم هم نهشته. یه شکلی رو اگه بتونیم رو شکل دیگه جوری بذاریم که دقیقاً رو خودش بیفته، حالا اون شکل ممکنه اینجا باشه، بلندش کنیم با انتقال بذاریمش، یا مثلا اینجوری باشه قرینش کنیم، بالاخره یه جوری این شکل‌ها رو همدیگه بشینن، رو هم سوار بشن، قشنگ رو همدیگه قرار بگیرن، به طوری که هیچ کدوم بزرگتر یا کوچیکتر نباشه و قشنگ رو همدیگه بنشینند، میگیم هم نهشته. تعریف کتابیش هم همینه. 2 تا نکته داریم. نمونه سوالی که تو امتحان ها معمولا میادم اینجوریه، یکی برات حل میکنم، مطمئنم سری جا میفته مطلب برات. نکته 1، علامت هم نهش نگاه کن، یه مساوی داره و یه کلاه آکلادار، این علامت هم نهشتی. نکته اولمون که علامتش رو بهمون معرفی کرد. نکته 2، اجزاء متناظر با هم برابرند. متناظر یعنی شبیه به هم، یعنی مثل هم. میگیم اون تیکه هایی که مثل هم دیگن با هم دیگه برابرن. یعنی چطور؟ تا این مثال رو نگم برات قشنگ جا نمیافته واسه. بریم اول مثال حل کنیم. الف ب ج، این قسمت جش مال متناظر، اینجا رو مثال برات توضیح میدم. مثال: اگر 2 مثلث هم نهشت باشن، این 2 تا مثلثی که به ما داده هم نهشته، یعنی اگر اینا رو هم دیگه بذاریم بر هم منطبق میشن. خب الف هم نهشتی را به زبان ریاضی بنویسید. یعنی چی به زبان ریاضی بنویسید؟ گفتیم علامت هم نهشتی تو ریاضی چیه؟ ما خود نمیایم به فارسی بنویسیم هم نهشتی. گفتیم علامت هم نهشتی اینجوریه، یک مساوی داره، یک کلاه آکلادار داره. درسته؟ خب خود سوالم گفته این 2 تا مثلث هم نهشتن. خب اسم این مثلث چیه؟ A B C. پس می نویسم A B C. یه مثلث کوچیکم بالاش میذارم، یعنی مثلث A B C، یعنی این تیکه قرمز. میخونم هم نهشته با، نیای تو امتحان به فارسی بنویسی هم نهشتا، به جای کلمه هم نهشت زبان ریاضیشو مینویسیم، یه مساوی یه کلاه کلادار. A B C یعنی این شکل سمت چپ، هم نهشته با سمت راستیه. سمت راستیه اسمش چیه؟ D F E. می نویسم D F E، مثلث دی اف ای. حالا یه نفر میگه آقا میشه ای اف دی بنویسم؟ آره، هیچ موردی نداره.
پس نوشتن این به زبون ریاضی بچه ها نمره داره، میادم تو معمولا امتحان ها. خب بعدی میگه نوع تبدیل هندسی رو بنویسید. یعنی این شکل ABC چطوری تبدیل شده به DEF؟ اگه دقت کنی انگار داره خودش رو توی آینه میبینه. چه اتفاقی واسش افتاده، چه بلایی سرش اومده؟ اینو تو کامنت ها خودت بهم بگو. انتقاله یا تقارنه یا دورانه؟ خودت اینو بهم بگو. و قسمت ج، اجزاء متناظر را بنویسید. متناظر یعنی بگرد اونایی که شبیه به همن رو پیدا کن، بگو با هم مساویان. ببین الان اینجا گفته زاویه C، میرم میگردم زاویه C رو پیدا میکنم، ایناش دست میزنم رو زاویه C. بچه زاویه C با کدوم زاویه از این شکل سمت راست برابره؟ با E برابره، با F برابره یا با D برابره؟ خب آقا اینم سوال داره، اصلا مشخصه این علامت 90 درجه است، اینم علامت 90 درجه است، اصلا داره داد میزنه C با E برابره. بعدش هم آقا ما اگه اینا رو تا کنیم خب این دوتا رو هم دیگه میفتن، C رو E میفته، پس میفهمم C مساوی با E. آفرین. زاویه دی با چی برابره؟ میرم زاویه دی رو پیدا میکنم، زاویه متناظرش اینه، درسته؟ این دوتا با هم دیگه برابرن، چون اگه تا کنیم رو هم میفتن. زاویه متناظر دی میشه A، مینویسم A. چه چیزی با F برابره؟ این F اگه تا کنیم رو B میفته، مینویسم B. این از زاویه ها، علامت زاویت هم بذار. حالا بعدی AB رو پیدا کن. AB AB برابر با چیه؟ یا اگر شکل ها رو تا کنیم این ضلع AB رو چی میفته؟ خب معلومه روی DF میفته دیگه، می نویسم DF. EF رو چی میفته؟ EF روی BC میفته، می نویسم BC. و AC روی چی میفته؟ AC هم مشخصه روی DE میفته، DE. اینم از این 3 تا تعریف. مثالش و خبر خوش این که این فصل تمام داره میشه، با تمام بالا پایینیاش و چیزای جذاب و حالی که داشت داره تموم میشه. چند ضلعی محدب، با من تکرار کن نخوریش، محدب. اسم دیگهش کوژ. اوکی؟ اسمای عجیب غریبی دارن، محدب یا کوژ. اگه دیدی کوژ منظور اون محدبه. اوکی؟ توضیحش، تک تک زاویه ها رو که بررسی میکنیم هیچ کدوم از 180 بیشتر نباشه. بیام رو مثال، میخوام دونه دونه این زاویه ها رو بررسی کنم. ببین وقتی این زاویه ها رو بررسی میکنم میبینم هیچ کدومشون از 180 درجه بیشتر نیست، پس این یک چند ضلعی محدبه. اوکی؟ از 180 درجه بیشتر نیست، محدب یا کوژ. چند ضلعی مقعر چی میگه؟ مقعر اسم دیگهش کاو. گاو نیست بری بدوش، کاو. اوکی؟ چند ضلعی مقعر یا کاو. توضیحش گفته دست کم دیگه، کمش یه زاویه داشته باشیم که از 180 بیشتر باشه. اوکی؟ پس کاو اینه که دست کم حداقل دیگه یه زاویه بزرگتر 180 داشته باشه. این شکل رو نگاه کن، ببین این کمتر 180، این کمتر، ولی اینو نگاه کن، اوه از 180 بیشتر شده. دست کم یه دونه هست که از 180 بیشتره، پس این مقعره، مقعر یا کاو. اوکی؟ اگه بخوام یه تعریف خودمونی بگم، ببین اگه نوکتیز بیفته داخل شکل، مقعر میشه، ولی اگر تمام نوکتیزها بیرون باشند محدبه. این تعریف خودمونیشه، این تعریف کتابیشه. با این تعریف خودمونی دیگه راحت میتونی تشخیص بدی. اگه نوکتیز افتاد، ببین یه دونه نوکتیز هم بیفته توشه کار تمومه، میشه مقعر. ولی اگه تمام نوکتیزها بیرون بودن میشه محدب. حالا با این تعریف خودمونی بریم اینو حل کنیم. خب نوکتیزها همه بیرون، محدب.
نوکتیزها یه نوکتیز افتاد داخل، نگاه کن. پس این چیه؟ مقعر یا کاوه. اینو نگاه کن. اخ ببین چقدر نوکتیز داخله. تمام مقعر یا کاوه. اینو نگاه کن. نوکتیز بیرون 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 بیرون. تمام نوکتیزها بیرون باشه چیه؟ محدبه. اینو نگاه کن. یه نوکتیز افتاد داخل، تمام شد. یه تایر تیوب داشته باشی، یه دونه سوزن نوکتیز بره داخلش، تمام پنچرش کرده رفته دیگه، چکشونه نزن. یه دونه نوکتیز بیفته داخل، مقعر یا کاوه. نوکتیز داخل، مقعر یا کاوه. این چی؟ تمام نوکتیزها بیرون، پس میشه محدب. قبوله؟ حالا تعریف آخر رو هم بگیم. چند ضلعی منتظم. ببین آقا، تو کلمه منتظم انگار یه نظمی هست. منتظم یا منظم یا نظم. اوکی؟ شکل‌های منظم خوشگل خوش تیپ رو میگیم منتظم. همه زاویه هاشون باید برابر باشن. مثلا اگه یه زاویه 90 دیگه تک تک زاویه باید 90 باشه. مثلا دارم میگم همه ضلع ها هم برابر. یعنی اگه یه ضلع مثلا 5 سانتی متره، تک تک ضلع‌های دیگه 5 سانتی متر باشه. بهترین مثال برای چند ضلعی منتظم مربعه. ببین همه زاویه ها 90 درجه‌ن، درسته؟ مثلا اندازه ضلع ها همه یه اندازن. اگه مثلا اندازه ضلع این A باشه، بقیه ضلع ها همه A هن. قبوله؟ خب بریم ببینیم از این شکل‌ها کدوم منتظمه. اینو نگاه کن. این زاویه کوچیک، این زاویه بزرگ، اصلا زاویه ها برابر نیستن، پس این منتظم نیست. مستطیل رو بریم بررسی کنیم. آقا درسته همه زاویه هاش 90 درجه‌ن، اوکی، ولی طول بزرگتر از عرض. ما گفتیم ضلع ها هم باید برابر باشن. مثلا این طول بلندتر این عرضه، پس اینم منتظم نیست. اینو نگاه کن، اصلا حرفشو نزن. زاویه کوچیک، زاویه بزرگ. بچه ها نکته در گوشی، داخل شکل‌های مقعر دنبال شکل منتظم نگردید. مقعر اصلا منتظم توش در نمیاد. دوست داری این نکته رو بنویس همین الان. چند ضلعی منتظم فقط مخصوص محدب هاست. داخل شکل‌های مقعر دنبالش نگردید، چیزی گیرتون نمیاد. این محدب ممکنه منتظم باشه، ولی وقتی میام بررسیش میکنم میبینم این ضلع چقدر بزرگه، این ضلع چقدر کوچیکه، اینم منتظم نیست. اینو بیایم بررسی کنیم. این علامت رو که زده یعنی زاویه ها با هم برابرن. این تیکه خط هم که زده یعنی ضلع ها هم برابرن. یعنی ضلع ها برابر با زاویه ها. به به، دو تا شرط رو با هم داره. این خوبه. مثل چسب دوقلوه، باید دوتاشون با هم باشن که خوب بچسبه. این هم همینه. اگه شکلی میخواد منتظم باشه باید دو تا شرط رو با هم داشته باشه. زاویه ها برابر، ضلع ها برابر. خب این زاویه هاش برابرن، ضلع هاش هم برابره. پس بالاخره یه شکل منتظم پیدا کردیم. خدافظ فصل 4. علامت زنگوله رو بزن که فصل 5 رو که برات گذاشتم بیاد بالای صفحت و با من فصل 5 رو بیای جلو. خسته نباشی.